از بهترین و موفق ترین و ترند ترین سایت های شرط بندی خارجی به اسم بی سی گیم باهاتون حرف بزنم که جدیداً خیلی ترند شده به واسطه دوستانی که البته اسپانسری و تبلیغش رو میکنن. عرضم به خدمتتون من در رابطه با این سایت هیچی نمیدونستم، منتها وقتی اومدم تبلیغات سایت رو دیدم، از اونجایی که خیلی به یه بنده خدایی که هموطنم علاقه دارم، به آقای منصوری عزیز که کار تیونینگ ماشین انجام میده، من تا دیدم ایشون داره تبلیغ میکنه، یعنی اسپانسر این سایت هست. بچه همینجوری که میبینین اسامی که دارن این سایت رو تبلیغ میکنن و اسپانسرشن، وقتی دیدم اسپانسر این سایت هستن خیلی خوشحال شدم و دیگه 100 اطمینان کردم که میتونم به این سایت اطمینان کنم و توی این سایت شروع کردم به بازی کردن. همینجور که میبینین باشگاه وردر برمن، کریپتو دات کام، بچه های یو اف سی کار و یه تعداد دیگه از دوستانی که چهره هستن اینجا اسپانسرن. میبینین آقای منصوری هموطن خوبمون هم اینجا تبلیغاتشون رو دارن، سرتون رو درد نمیارم. همینجور که بالانس اکانت منو میبینین 6,490,000 دلار من تو این سایت تونستم برنده بشم و پول به دست بیارم، دریغ از این که 1 ریالش هم نمیتونم برداشت کنم. من موقعی که توی این سایت وارد شدم 40 دلار بونوس گرفتم. با 40 دلار بونوسی که گرفتم شروع کردم بازی کردن، یه مقدار بردم یه مقدار باختم. همینجوری که میبینین KYC من سبز هست و تایید شده هستش، تمام تیکا خورده و تایید دارم از لحاظ KYC توی این سایت. و برای اینکه این KYC فعال بشه، این قسمت آخر، تیک آخر وریفای کامپلت بشه، اومده بود گفته بود که شما باید 50 دلار واریزی داشته باشین تا سایت بتونه برداشت شما رو باز بکنه که شما بتونین برداشت کنین. همینجوری که میبینین من میذارم رو دیپازیت، میبینین که من توی 5 نوامبر اومدم اون 50 دلار رو واریز کردم. به واسطه این 50 دلاری که واریز کردم و 10 دلار 12 دلاری که از اون 40 دلار مونده بود، توی بازی یواش یواش با بردهای بیشتر این پول رو به دست آوردم. خوشحال از این که تونستم بعد از مدت‌ها توی این سایت‌ها باختن و پول ریختن یه پول خوبی برنده بشم و برداشت کنم، اومدم رفتم روی برداشت و دیدم اصلا نمیتونم برداشت کنم. هر چی برداشت میزنم برداشت انجام نمیشه با ارزهای مختلف، تتر، بیت کوین، اتریوم. خلاصه قبل از این برداشت ها همونجوری که میبینین من رفتم توی خود ساپورتیشن سایت و با اون پشتیبان سایت شروع کردم صحبت کردم.